برای خودت جایی بگیر. اینجا محل گذر است و هر کسی مدتی در آن اتراق می کند و سپس بار بسته می رود. شالی نداره. چرا اقدامی نمی کنید؟ نیازی نیست، الان تمام میشه. تمام می شود؟ معلوم است که تمام می شود. یا با مرگم بیچاره ضعیف یا با مجروح شدن. اگر من چه گفتم؟ توصیه میکنم که خیلی هرس نخورید. هر کس بالاخره یک طور باید بمیرد، ها؟ میکشونم. چرا بیزارید؟ نگذارید مرا بزنم. این نزا را تمام کنید. بیش از این او را مجروح نکنید. حالی نداشته باش پسر جان، اگر نه تو را به جای او کتک خواهد زد. بچه جان، در کار بزرگترها دخالت نکن. بس کنید. او طاقت ضربات شما را ندارد. هیچ کس طاقت ضربات مرا ندارد. بس کن پسر جان، به خودت باش. اینها انسانند. چگونه میتوان بی‌تفاوت بود؟ بس کنید. برای آخرین بار میگویم این نزا را تمام کنید. تو چه گفتی؟ گفتم این نزا را تمام کنید. از پا رو نعل میکردن، پشم آمد پایش رو بالا گرفت. آرام باش. رهایم کن. آرام باش. رهایم کن. آرام باش. رهایم کن. آرام. دستم رو رها کن. هر زمان که آرام شدی رهایت میکنم. رهایم کن. شرط آن که به نزا ادامه ندهی. رهایم کن. آرام باش. رهایم کن. من قصد نزا با تو را ندارم. ولی من دارم. بس کن. اگر جرأت داری شروع کن. اگر آرام شدی تمامش کن. گفته بودم با زندانیان نزاع نکنی. نیامده شروع کردی؟ قصد من ممانعت از نزاع بود. نزاع نکن. جناب کیدمه، اگر این جوان نبود نینفه کپتا مرا میکشت. پس شما اینجا چه میکنید؟ زندانیان یکدیگر را تکه پاره میکنند و شما فقط نگاه میکنید. از این پس هر کس موجب نزاع و بی‌نظمی در زندان شود خود را برای 100 ضرب شلاق آماده کند. نینفه کپتا چون آغازگر نزاع بوده 100 ضربه و یوزافیف 50 ضربه.
را تحمل میکند. شما مقاوم نیست. اگر ندیدین این فک تا چگونه محکم گرفته بود. ولی این منصفانه نیست. نباید این مجازات کنی. حافظ 50 ثانیه او را باز کن. نمیدانم چگونه باید سپاسگزاری کنم. تو جان خود را به خاطر من به خطر انداختی. اگر نبودی مرا میکشت.